سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سمبوسه بنهایت آسانک تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 100 گرم مسله، من آب کرملکه. میتونید روغن گاو استفاده برید یا روغن رستنی استفاده بریده میشه. 150 میلی لیتر آب شیرگرم، 500 گرم آرد، یک قاشقچه کلان نمک، یک دانه تخم، 2 قاشق مایونز لازم است. مایونز خمیرامای ملایم میکند. میتونید جاش به سمیتانه هم استفاده برید، سمیتانه جرغات هم استفاده برید میشه. ما در اول خمیر تیار میکنیم. من نمک آب همراه میکنیم. آب ما مثلی آب کرگی همراه میکنیم. مایونز، من یک دانه تخم مرغ فقط سفیدش همراه میکنیم. زردش برای رش لازم. من همه محصولات های آمیختگی خمیر میکنیم. من رزدخلیتی دراج یگانچه همراه نکردم. اگر خواهید کمتر همراه کنید خودش خمیرش مزهش نقص میبید و هم نکرده روغنی شروع میبید. من خمیر ما تیار شد. در 15 دقیقه نگاه میداریم تا دم کتنی خمیر ما فرش تیار میکنیم. من برای فرش ما 34 دانه پیاز، من ملکه ریز کردم، 300 گرم فرش، من روغنچه گاو، من یک چند مود پریپراوه، نمک، زیره، من مرچ، بلگری خشک. من همیشه شروع همراه کرده آمیخته میکنیم. من فرشمه بسیارتر من برای سمبوسه و منتوها فرش استفاده برم. برای فرزنده و ملایم گفته من پریپراوه همراه کرده همیشه شروع آمیخته میکنیم. من فرشی ما هم تیار. نون زباله تنوع میکنیم. من زباله شروع تنوع میکنیم مثل منتو. من سبب خمیران مانده روغنش شادنش آسان. من زباله تنکش خمیران من مثل منتو. من ریزه میکنیم، کلانتر ریزه میکنیم. 4 کنجه شکل شود کوادراتی. نکو هر خمیرامه من تنوع میکنیم. من 4 کنجی با کلانتران نپور دیگر من ریزه میکنیم. چه شود تنوع کشم من کلانش پیچاندنش. من خمیرامه گرفتیم. کمتر روغنی رستنی می مسلکی من کمتر خمیرامه چرب میکنیم. من کو جمع میکنیم مثل همین بابچکه من جمع میکنیم. من از این طرفش هم یک مراتبه مبینش سخت زیر نمیکنیم. من فقط جمع میکنیم. من جمع کردیم یک قسمش میپاشیم. قسمشو پشته من مبینش به فرش میگذاریم. من از یک طرف همین خمیرهای بالی فرش میپاشیم. من از این طرف من دوم طرفش من سیوم طرفش من همیشه شروع پشتیم. من سمبوسی ما چکل تیار میشه.
خمیرش ورقه نیو نگه مثل ورقه می بیاد از سده خمیرشن روانشای با منه تنوکره کشادیم منه نیچ خشبت نیچه سخ جیم کنیم همین گلاش کن میشد برای همین فقط منه همین جمع کریم منه یک قسمی خمیرامو بالی همین جمع کرگی آمازون میپاشیم منه مبینش با فرش منه از این طرف منه محکم میکنیم منه دویم قسمش منه سیوم قسمش منه کمتر کلوله کرن منه میگریم منه چقدر تیار میشه منه سمبوسای پیچانده منه که زردی تخمی مالیم روش به شروع تخمالیده اما که منه 30 دانه باشیم منه سمبوسای 30 دانه کریم که با مدتی 35-40 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم منه چگونه میبینید سمبوسه ما هم تیار شد منه چقدر عجایبات خوش رو آمد که منه درانش ریز کریم بینیم چقدر تیار شده است منه پشتاش منه ورقش خوش رو آمد منه درونی سمبوسه ما چقدر آمده است عجایبات با لذت شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید کانال ما را دستگیری کنید پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی